در درس پیشینه ما کسرهای دیده برآوردیم که در آن قیمت‌های تغییر یابنده ifade ما رو بی‌معنی میکنن، یعنی معنا ندارن. در اینجا برعکس، در اینجا میپرسد که برای کدام قیمت‌های تغییر یابنده قیمتی ifade به 0 برابر است. یعنی این هم باید برای کار کنم، من باید با خاطر بیارم که وقتی ifade کسری دارم من، اگر سرعت به 0 برابر باشد و مخرج یگان رقم باشد به غیر از 0 یگان رقم گویم a گویم، این ifade هم وقت به 0 برابر میشد. یعنی من این رو به نظر گرفته این مثال ها رو حل میکنم. چیکار میکنم برای کار؟ و من فقط به سرعت نگاه میکنم. سوال یکم نگاه میکنم. من باید وقتی این سوال بینم برای به 0 برابر کردن این ifade رو من باید چیکار کنم؟ سرعت باید 0 شد، باید بگم به خودم و باید پرسم که کی سرعت ما به 0 برابر میشد و این اگر x برابر 2 باشد. اگر من x به جای x 2 مونم چی میشد کسری ما؟ 9 تقسیم 5 و این به 0 برابر میشود. و دویمش نگاه کنیم با ب. ببینید به 0 اگر برابر کردن خواهم سرعت رو میگیرم و آن رو به 0 برابر میکنم. در اینجا میبینم دو ifade است. نگاه کنید ضرب دو ifade به 0 این چی معنا دارد؟ یا a برابر 0 است یا a مینوس 1 برابر 0 است. یعنی a برابر 0 اگر مونم کسر من به 0 برابر میشد یا اینکه به جای a 1 رو مونم کسر من به 0 برابر میشد. سیوم با یک بار دیگر میبینیم سرعت رو به 0 برابر میکنیم و باید پرسیم جای t اگر t کوادرات برابر 9 باشد از اینجا چی معنا میدارد؟ t برابری پلوس یا مینوسی 3. یعنی اگر من جای t دو این عدد رو مونم ifade من به 0 برابر میشد. آخرانش با همین سرعت میبینم 2x مینوس 5 برابر 9 و از اینجا x برابر 5 تقسیم 2 یا 2 از 5 ifade من به 0 میشد. وقتی این رو کار میکنه هم وقت باید دقت کنیم وقتی تغییر یابنده در مخرج هم باشد و بعضی وقت شده میتواند که همین قیمت های تغییر یابنده هم در صورت است هم در مخرج است. ما باید دانیم که اگر در مخرجمون ifade به 0 برابر کند ifade ما معنا ندارد و اون رو من باید به نظر نگیرم. یک مثال کار کنیم برای نحصر فهموندن. مثال اگر من این حالت رو اگر داشته باشم مثال ifade t مینوس 3 t کوادرات مینوس 9 مثلا کدام ifade این رو اگر پرسم معنا ندارد بیان چی میگویم؟ اگر t برابری معنا نداشتنده مخرج میگیرم، مخرج رو به 0 برابر میکنم و این رو کار کردید یک نمودهش رو دیده برآمدیم t کوادرات برابر 9 t برابر پلوس مینوس 3 و اگر پرسم که کدام تغییر یابنده این ifade رو به 0 برابر میکنیم و چی گفتیم؟ سرعت رو به 0 برابر میکنیم و t برابر 3. از اینجا بینه 3 هم در مخرج است هم در سرعت است. یعنی من این ifade رو به 0 برابر کرده نمیتونم چون که اگر 3 رو مونم 9 تقسیم این معنا ندارد. برای همین این ifade اگر 3 یا مینوس 3 شود معنا ندارد، لیکن من ifade رو به 0 برابر کرده نمیتونم هیچ وقت.